اساسی شهرها در لب دریاها می شود. اگر شما دیده باشید دریاها، تمام شهرهای جهان، حال روسیه همه در لب دریا آب. مثلا شهر دوشنبه مرکزی تاجیکستان، ما مرکز رو همه شهر گرفتن. ما مرکز نداشتیم وقتی جمهوری شدیم. همین قشلاق دیهات دوشنبه که یک قشلاق عادی همین ما شهر کردیم. همین جای اینا انتخاب کردن. بینه چه خیلی انتخاب شد. این طرف دریای دوشنبه ورزاب، اون طرف کوفرنیحان ایلاک. این راه ها دره ورزاب قطعی شمال میره، راه کردیم ورزاب درش قطعی. ممکن بود قرطا قطعی هم برآمدن، اونجا هم نقل است. طرف زرافشان، طرف وادی زرافشان ممکن نه که اینجا راه زدن. سال 32 36 تمام شد، راه برآمد. این طرف قراتگین غرم بدخشان پلای رفتن راه. این طرف جنوب، یعنی تمام طرف ها با راه کردن ممکن بود. شهر ای مرکز ای شهر قرغانتیپه هم خیلی کانال ساختن. مثلا شهر خوجند لب سیر دریا، همین خیلی نمی لب سیر دریا. شهر کانی بادام لب سیر دریا. شهرهای بیکابود ازبکستان سیر دریا. تاشکند دریای چریک تاشکند. کدام شهر نگیرید باید که آب باشد برای زندگی. آب دریا یا که چشمه کلان، یعنی سرچشمه آب به این نمی شود. باید جای جغرافیش هم قلعه باشد، رفت و آمد. همین دیدمی برای همین شهر می سازن. این خیلی هر جا باز شهر ساختن ممکن نیست.